این داستان مردی است پرتلاش که موفق به ساخت بزرگترین برند دستگاه‌های تزریق پلاستیک در ایران شد. آرسن آبدیان در 12 سالگی و با کمترین سرمایه شروع به ساخت قطعات کوچک و جمع‌آوری تجهیزات و با تهیه نقشه‌های دقیق اولین ماشین‌های ساخت خود را تولید کرد. حدود 30 سال پیش با سفر به ارمنستان افقی جدید پیش رویش گشوده شد. این تجربه همکاری‌هایی را با کارخانه‌های ارمنستان رقم زد که طی آن قطعات پس از ریختگری و ماشینکاری به ایران وارد می‌شد. آرسن آبدیان شرکت ارس ماشین را در سال 1357 تأسیس کرد و فعالیت خود را در زمینه تولید انواع ماشین‌آلات صنعتی آغاز نمود. از سال 1364 تولیدات شرکت را به طور تخصصی بر ماشین‌آلات تزریق پلاستیک در مدل‌های مختلف متمرکز کرد و این روند تا به امروز با ارتقاء مستمر کیفیت و همگامی با تکنولوژی مدرن ادامه دارد. راز موفقیتش کیفیت، احترام به مشتری و رعایت استانداردهای ملی و جهانی است. امروز ارس ماشین با سهمی بیش از نیمی از بازار ایران و صادرات به کشورهای آمریکایی، حوزه خلیج فارس و آسیای میانه پیشتاز صنعت تزریق پلاستیک است. مردی که نظم و کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داد تا به قله صنعت ایران رسید. امروز صنعت پلاستیک ایران نیازمند همکاری و توسعه داخلی است. در ارس ماشین باور داریم که با تلاش گروهی و اولویت دادن به منافع ملی می توانیم سهم تولید داخلی را افزایش دهیم و رویای خودکفایی را محقق کنیم.